باورت میشه از هویج روغن گرفته باشم؟ این روغن پوستتو ابریشمی میکنه. میخوام بهت یاد بدم که چطوری تو خونه خودت از هویج روغن بگیری. اول هویج رو رنده میکنی، میریزی توی یه سبد، میذاری 24 ساعت بمونه تا کاملا آبش تبخیر بشه. یادت باشه که اصلا نباید آب داشته باشه. بعد هویجای رنده شده رو منتقل میکنی به یه ظرف دردار شیشه‌ای و توش رو پر از روغن میکنی. حالا این روغن میتونه روغن هسته انگور باشه، بادام شیرین و یا آفتابگردان باشه. من از هسته انگور استفاده کردم. این کار باعث میشه تا ترکیباتی که در روغن حل میشن از هویج جدا بشن و وارد فاز روغنی بشن. چند ساعتی بهش گرمای ملایم میدیم و حالا وقتشه که صافش کنیم. با یه توری استیل یا پارچه تنظیف که کاملا تمیزه این روغن رو صاف میکنیم. خب روغن هویج ما آماده است. این روغن یک مرطوب کننده فوق‌العاده برای پوسته و همینطور به پوست حالت کشسانی و ارتجاعی میده. خصوصا برای افرادی که پوستشون خشکه بسیار عالیه.